نسیم شمال ولی ولی سؤال و جواب پدر و پسر در اصفهان. سؤال: پدر نهار نداریم سفره‌مان خالی است. جواب: خموش باش اتاق حیاطمان عالی است. پدر: گرسنگی امروز می‌کشد ما را، به خواب وعده به دل ده نهار فردا را. پدر: سفره ما قیمه و فسنجان کو، تو را چه کار به قیمه پنیر با نان کو. رواج گشته به بازار اسکناس آخر، بلی ولی به 200 عجز و التماس آخر. به اسکناس فروشند هرچه میخواهی، بلی ولی تومنی کم کنند 10 شاهی. شنیدم که ز آمریکا نقره میآرند، بلی بناس همه اسکناس بردارند. پدر: حکایت سلماس گو اگر دانی، امان امان مگو از جنگ روس و عثمانی. به تازگی سخن از تلگراف بی سیم است، بلی ز قوه بی سیم وحشت و بیم است. کجاست مرکز این تلگراف در ایران؟ بود به قله جلفا به شهر اصفهان. شنیدم که بود مالیات ما 2 کرور، بلی ولی همه را پول و اسلحه هست ضرور. چرا اعانه برای قشونکشی ندهند، در این مقدمه 1 پول با خوشی ندهند. مگر حمیت اسلام از میان رفته، بلی دیانت و انصاف از میان رفته. پدر: مگر وکلا فکر ما نمی باشند، چرا ولی به ما خاک مرده می پاشند. پس از این سؤال و جواب پسر علیل و ضعیف غش کرده، وقتی به هوش می آید دست به دامن پدر زده اشک ریزان به زبان حال دوباره عرض می کند. سؤال و جواب: پدر برای چه ما اینقدر ذلیل شدیم؟ برای آنکه ز مستی سوار فیل شدیم. چرا شدیم گرفتار محنت و ذلت؟ برای اینکه نداریم مذهب و ملت. چرا ز زور فشار 2 خصم چنبره ایم؟ برای اینکه همه بیشعور و مسخره ایم. اساس شرع چه بوده است ای خجسته نهاد؟ تمام امر به معروف بود و حج و جهاد. مگر که مذهب ما دین پاک احمد نیست؟ خدا گواست که این مذهب محمد نیست. قوام دین رسول خدا اطاعت بود، عفاف و زهد و ورع و قدر و قدرت و شجاعت بود. پدر بگو غرض دشمنان چه می باشد؟ خیال مدعیان زین میان چه می باشد؟ پسر بخواب که این کار بی سرانجام است، خیال مدعیان محو دین اسلام است. تلاششان همه این است که ما جدال کنیم، به اسم شیعه و سنی به هم قتال کنیم، ز اختلاف روایت به هم درآویزیم، همه محمدیان خون یکدیگر ریزیم. ز دور چون که به احوال ما نگاه کنند، به عقل و مشعره ما خنده قاه قاه کنند.